خب تا اینجا 8 تا ویژگی بهترین فروشندگان رو گفتیم. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و حتما یادداشت کرده باشید. بریم سراغ 8 تای دوم. حالا میخوایم در مورد 8 ویژگی دیگه براتون صحبت بکنم. ویژگی بعدی، یک فروشنده حرفه‌ای عقلایی تصمیم میگیره، عقلانی تصمیم میگیره. خیلی نکته مهمیه. ببین، یه قسمت اصلی فروش قطعاً احساسه. احساس در فروش خیلی تأثیر گذاره. چرا؟ چون منطقی ترین خریداران هم احساسی تصمیم میگیرن. آدم ها احساسی تصمیم میگیرن، منطقی تصمیمشون رو توجیه میکنن. پس یک فروشنده حرفه‌ای باید احساسش رو خیلی درگیر بکنه. نمیتونه کاملا منطقی بفروشه. ولی یه نکته مهم، عقلانی تصمیم میگیره. ببین ما سیستم های تصمیم گیری رو داریم. بعضی از افراد کلن هوش هیجانی پایینی دارن. خب این آدم ها یا خیلی درگیر احساسن یا خیلی درگیر منطق. این دوتا کلن تو فروش سمه. شما باید بتونی یه تعادلی رو بین نیمکره راست مغزت و نیمکره چپ مغزت ایجاد بکنی در تصمیم گیری. خب یه سوال از شما دارم. شما قطعا کار کردید تو فروش. عقلانی بودن تصمیمات از چی شروع میشه؟ چی باعث میشه که تصمیمات منطقی و عقلانی بشه؟ تصمیمات برای آینده، تصمیماتی که ما الان رفتیم پیش یک مشتری پرزنتش میکنیم، بعد خیلی هیجانی میگیم نه این بخر نیست، نه این کار جواب نمیده، نه این محصوله رو کسی نمیخواد. اینا تصمیمات هیجانیه. یه فروشنده حرفه‌ای تفکر استراتژیک داره، باید بلند مدت فکر بکنه. بعضیا رو من دیدم احساسشون اینه آقا من در قرار اول نفروختم پس نمیشه. قرار نیست این اتفاق بیفته. یا آمار جالب بهتون بگم، 80% فروش در تماس پنجم اتفاق میفته. جالبه 90% فروشندگان در تماس سوم ناامید میشن. اینو خیلی خوب توجه کن. 90% فروشندگان در تماس سوم ناامید میشن. یعنی قرار نیست که تو آقا تا رفتی با مشتری سلام علیک کردی، تازه رفتی باش آشنا بشی، محصولتو بخره، بگه دمت گرم اصلا تو کجا بودی؟ من دنبال تو میگشتم. من اصلا دعا میکردم تو برسی و اصلا این شکلی نیست که. عقلانی تصمیم میگیره. چه موقع فروشنده عقلانی تصمیم میگیره؟ وقتی که عدد و رقم وارد تصمیم گیری ها بشه. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. نقش داده رو در فروش فراموش نکنید. نقش تجزیه و تحلیل داده ها رو فراموش نکنید. من خیلی از افراد رو میبینم کار فروش انجام میده ولی دوتا آمار درست حسابی نداره. تو جلسات فروششون بیشتر دعواست، جنگه. چرا نفروختی؟ این فایده نداره، تارگت منو بالا گرفتی. این فایده نداره که. برادر من، خواهر من، بابا تو باید چیکار کنی؟ باید آمار فروش داشته باشی، تحلیل رفتار مصرف کننده داشته باشی. اون موقع عقلانی تصمیم میگیری. خب خیلی ادامه ندیم، وقتمون کمه. نکته بعدی سلامتی جسمانی دارد. ببین ما در 8 حوزه تعادل زندگی که انشالله مطالعهش کردید، اگه مطالعه نکردید حتما مطالعه کنید. یکی از ابعاد مهم تعادل زندگی افراد، نه فروشندگان، سلامتیه. آقای فروشنده محترم، خانم فروشنده محترم، اگر تو سلامتی جسمانی نداشته باشی نمیتونی پول در بیاری. من خیلی ها رو دیدم کار اصلا به خودشون نمیرسن. این اشتباهست. وقتی تو بیمار بشی پول در نمیاری که. پس حتما پلنی رو برای سلامتی خودت داشته باش، برای تغذیت داشته باش، برای اینکه تو 6 ماه یک بار حداقل، حالا اگر سنت کمتره سالی یک بار یه چکاپ کامل، یه آزمایش کامل بدی، وضعیت سلامتی تو چک بکنی. یه فروشنده ما ازش انتظار داریم وقتی بیمار میشه و دیگه راهی نداره و اینقدر درد داره به پزشک مراجعه نکنه. ما انتظار داریم از فروشنده هامون که پیشگیری بکنن. پیشگیری مقدمه بر درمان. اون موقع میتونی حرفه‌ای باشی.
نکته بعدی، یه فروشنده حرفه‌ای ریسک پذیر است و دوراندیش. ریسک. ببین رو مقوله ریسک خیلی بحث دارم، ولی حالا جاش نیست بگم. من یه دوره رو تعریف کردم، مدیریت ریسک. ریسک در تصمیم گیری ها، ریسک در انتخاب ها. بعضی فکر میکنن ریسک یعنی همینجوری ناشناخته، هیچ اطلاعی نداری بگی حتما میشه. الهی به امید تو ما رفتیم. بله قطعا باید توکل کنی بر خداوند، ولی خداوند میگه بابا من به تو عقل دادم، دوتا تحلیل بکن، بقیهشو به من بسپار. آقا تو کلن همه رو فرستادی سمت من، همه مسئولیت ها رو داری میندازی گردن خداوند. بابا دوتا تحلیل بکن. ریسک پذیر است. ریسک به معنای چشم بسته عمل کردن نیست. ریسک به معنای شناخت اون جاهایی که نمیتونی شناخت پیدا بکنی، یعنی شرایط ابهام، تا اونجایی که میتونی بازش میکنی. یه درصدی ریسک داره. بعضیا اینقدر از این ریسک میترسن که حرکت نمیکنن. بعضیا اینقدر ماشاءالله میرن تو دل وحشت، میرن تو دل تاریکی. تو نباید. ریسک به معنای در دل تاریکی رفتن نیست. ریسک به معنای اینه که تاریکی رو با چراغ قوه تا اونجایی که میتونی روشن بکنی روشن کن، مسیر جلو پاتو ببین، حرکت بکن، خب، ولی نترس از اینکه دور و برت تاریکه. تا اونجایی که تونستی روشنش کردی، میتونی حرکت بکنی. ریسک پذیر است و دوراندیش، یعنی بلند مدت فکر میکنه. حالا در ویژگی قبلی یه تیکه گفتم تفکر استراتژیک داره. نوک بینی تو نبین. آقا یکم بلند فکر کن. بعضی از محصولات نیاز داره روش کار بکنی، برندسازی بکنی، ولی یک اتفاق فوق‌العاده بعد از این برندسازی هست. ببین یه نکته رو بهت بگم. بعضی از آدم‌ها هستن فکر میکنن که آقا موفقیت، یه جمله معروف هست میگه وقتی شکست میخوری بدون 2 قدم تا موفقیت فاصله داشتی. این جمله خیلی قشنگه، خیلی زیباست. نکته مهم اینه که تو بیا برای موفقیتت برنامه ریزی بکن. برنامه ریزی بلند مدت داشته باش. از تو سوال میپرسم ویژن داری یا نداری؟ ویژن چشماندازه. چشمانداز یعنی 5 سال دیگه خودت، 3 سال دیگه خودت رو میدونی، یه اهداف آرمانی بزرگ داری که اینو یادداشت کرده باشی و در جهتش حرکت بکنی. دوراندیشی یعنی این، یعنی آینده تو ببین، یعنی به آینده فکر کن. برندسازی رو در نظر بگیر. ببین یه وقتایی هست این هم مثبت داره هم منفی ها. بعضی وقتا شما کوچولو کوچولو کار میکنی، هیچ نتیجه‌ای نمیبینی. بعد از یه مدت، یعنی یه فردا، یه امشب، یهو یک نتیجه فوق‌العاده برای شما داره. ببین مثلا سالهای سال ماها تبلیغات میکنی یه دونه مشتری هم نمیاد. یهو میبینی تو یه حرکت کلی مشتری میاد. نه، اون مال اون یه حرکته نیست، مال استمراریه که تبلیغاتت داشتی، استمراریه که تو پیجت داشتی، استمراریه که تو تولید محتوات داشتی. یهو یه حرکت خیلی خوب اتفاق میفته، یهو یه نتیجه فوق‌العاده میاد. پس دوراندیشی یعنی این. بر ترس غلبه میکند. می‌دونی ترس چی؟ بزرگترین ترس یه فروشنده که برابر مرگ، ترس از نشنیدنه. فروشنده ای که وقتی میخواد بره با مشتری قرار بذاره، وقتی جلسه مذاکره با مشتری داره، میگه نه من میدونم این نمیخره. اگر نخرید چی؟ یه بار یه آقایی یه پارچه رو میبره خیاطی، میده به خیاط، میگه خیاط اینو برای من میدوزی، ولی فردا نیام بگی که نمیدونم نخ نداشتم، سوزنم شکست، شاگردم نبود. اصلا ولش کن، نمیخواد بدوزیش. بعضی از آدم‌ها این شکلی هستند. اینقدر افکار منفی دارن، اینقدر ترس‌هایی رو دارن، اینقدر موانع ذهنی رو دارن که اصلا حرکت نمی‌کنن. پر از قضاوته. من میگم این تکنیک رو انجام بده. نه، اگر پر رو شد چی؟ اگر قبول نکرد چی؟ اگر بله نگفت چی؟ اصلا ولش کن، من انجام نمیدم. این خیلی نکته مهمی. خواهش کنم بهش توجه کن. یه فروشنده حرفه‌ای بر ترس‌هاش غلبه میکنه. ترس از نشنیدن، ترس از شکست. اینا افکار منفیه که سراغ ما میاد.
یه جمله میگم اینم بنویس. یه جمله بنویس. بهترین راه مبارزه با ترس ها مواجهه با ترس هاست. بهترین راه مبارزه با ترس ها مواجهه با ترس هاست. ترس زیادت رو برو تو دلش و بعد میبینی که نه اونقدر هم که دیگه وحشت نداشته، اونقدر هم استرسی که به خودت وارد میکردی واقعی نبوده. بله، ترس ها تو شکست بده. نکته بعدی، انرژی مثبت ایجاد میکند. به یه فروشنده حرفه‌ای گفتیم احساس تو فروش خیلی مهمه. انرژی مثبت ایجاد میکنه. آقا لازمه انرژی مثبت اینه که تو اینقدر دنبال خبرهای منفی نباشی. تو دوران کرونا ما افرادی رو داشتیم که چرتکه دست گرفته بودن تعداد کشته های کرونا رو میشمردن. امروز چند نفر فوت کردن؟ امروز چند نفر؟ وای بیمارستان قم چی شد؟ بیمارستان گیلان چی شد؟ آقا نکنه خودم بگیرم، نکنه پدرم بگیر. دنبال چی هستی؟ ببین نکته مهم اینه که شما همین که بدونی این یک خطره، باید ماسکتو بزنی، باید مراقبت بکنی، کفایت میکنه. بعضی از آدم ها وقتی از دنیا میرن هم میگن چی؟ وای خدا رو شکر که این رفت. البته جلوی بازماندگانی حرف رو نمیزنن. اون صف اول اون مراسم عزاداری همه دارن از اون مرده تعریف میکنن، اون صف آخر داره میگه بابا چی بودی؟ با 100 من عسلم نمیشد بخوریش. این آدم از وقتی میومد غور میزد اصلا حال همه رو خراب میکرد. ببین نکته مهم اینه که تو انرژی مثبت، یک فروشنده حرفه‌ای باید تمرین بکنه این انرژی مثبت رو تولید کنه. پس خودش باید حالش خوب باشه، نه اینکه مشکل نداشته باشه، حالش خوب باشه. مأموریت ما در این دنیا، بذار اینجوری بگم، مأموریت ما در این دنیا بی مشکل زندگی کردن نیست. چیه؟ با انگیزه زندگی کردن است. این شعار یه فروشنده است. آقا انگیزه تو از دست نده. اگر تو انگیزه تو از دست بدی یک مرده متحرکی. حواست باشه این اتفاق نیفته. تو باید انرژی ساطع کنی از خودت، باید الهام بخش باشی، باید حس خوب بدی. یه فروشنده حرفه‌ای وقتی از دنیا میره، خدا نکنم نره، تنها کاری که خدا حتما میکنه همینه. یه فروشنده حرفه‌ای وقتی از دنیا میره هم میگن آخه حیف شد دیگه نمیبینیمش، چقدر خوب بود. نه فقط صف اول میگه آقا، تا صف آخر همینو میگن چرا انرژیشو دیگه نداریم. نام نیکش میمونه در دنیا. اگر انرژی مثبت داشته باشی نام نیکت میمونه. آدمایی که غر میزنن، آدمایی که اه کنان به دنیا میان و اه کنان به دنیا از دنیا میرن، آدمهایی که اه کنان به دنیا میان و اه کنان از دنیا میرن، هیچ وقت آدمهای موفقی نیستن. پس قطعا نمیتونه یه فروشنده حرفه‌ای باشه. بریم عامل بعدی. یک فروشنده حرفه‌ای خود اتکایی داره. خود اتکایی یعنی به خودش، به توانمندی‌های خودش وابسته است. ببین یه نکته رو میگم حواست باشه. لازمه خود اتکایی خود آگاهیه. یعنی باید خودت رو بشناسی، باید حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی، باید استعدادهای خودت رو بشناسی، توانمندی‌هات رو بشناسی و به اون توانمندی‌ها باور پیدا بکنی. اگر باور پیدا بکنی آویزون کسی نیستی. خیلی از آدم‌ها رو تو جامعه می‌بینی آویزونن، کلاً دنبال یکی هستن یه روزی بیاد نجاتشون بده، دنبال یکی هستن که نمیدونم بتونن بهش تکیه بکنن، دنبال یکی هستن که اون دستور بده، این انجام بده. بابا این نمیتونی. یه فروشنده حرفه‌ای با خلاقیت داشته باشه. اگر تو خود اتکایی نداشته باشی خلاقیتت صفر میشه، چون چارچوب‌هات زیاد میشه. خود اتکایی یعنی بتونی تصمیم بگیری، خود اتکایی یعنی بتونی تحلیل بکنی، خود اتکایی بتونی از دانشت به موقع استفاده بکنی خلاقانه. خیلی از فروشنده‌ها دیدم مثل ربات میمونن، اینجوری حرکت میکنه. چی کار کنم شارژم تموم شد. بله یکی باید بیاد کوکش کنه، شارژش بکنه که آدم بتونه حرکت بکنه. آدم خیلی به درد یه کارفرما نمیخوره.
اصلا کسی که بخواد به این اعتماد بکنه نمیتونه این اعتماد رو داشته باشه. میگه هیچی از خودش نداره. خود اتکایی. نکته بعدی، تمایل به ارزشیابی خودش داره. این یکی مونده به آخره ها، حواست باشه. 15 تمایل به ارزشیابی خودش. خود ارزیابی، سلف اسسمنت. خودت رو ارزیابی کن. خیلی بله قبول دارم. بله همینی که میگه قبول دارم. بله آدم‌های جامعه ما 97% آدم‌های جامعه ما به جای ارزیابی خودشون، به جای تحلیل رفتارهای خودشون تو نخ بقیه هستن. بقیه رو دارن تحلیل میکنن. ولی تو نباید اینجوری باشی. تو باید اول خودت رو ارزشیابی بکنی. چی رو ارزشیابی کنی؟ مگه هدف تعریف نکردی؟ مگه نگفتم هدف درآمدی داشته باش؟ خب باید مرتب این اهدافت رو تحلیل بکنی. رفتارهات رو در راستای اهدافت باید تحلیل بکنی. باید بتونی فاصله هات رو در بیاری. بهشون گپ آنالیز. باید گپ آنالیز بکنی. آنالیز شکاف داشته باشی. فاصله تو چقدره با اهدافی که تعریف کردی. بعضی هدف تعریف کردن خیلی جالبه. میبینم انگار مثلا رفع تکلیفی کار میکنه. هدفشو مینویسه میذاری کنار. خب حالا حرکت کن. اون چی؟ هدف چی شد؟ خب من آدم هدفمندی هستم. بابا کی میخوای اثبات کنی خودتو؟ سر کی میخوای کلا بذاری؟ آقا نکته مهم، هدف باید جوری باشه که به تو جهت بده، به رفتارات جهت بده، به حرکاتت جهت بده. حس خوبی به خودت بده برای حرکت کردن. انگیزه‌ای برای حرکت کردن باشه. اگر این نوع اهداف رو داشته باشی دائما ارزشیابی کن. دائما رفتارهای خودت رو ارزشیابی کن. ببین ارزش‌هایی رو که تعریف کردی کنار اهدافت رعایت میکنی یا نمیکنی؟ ارزش چیه؟ اولویت‌های تو زندگی. اولویت‌هایی که ازش دست نمیکشی. اولویت‌هایی که برات مهمه اینا میشه ارزش‌های تو. چک کن. آیا هنوز در مسیر ارزش‌هات هستی یا نیستی؟ آیا میخوای به هر طریقی پولدار بشی یا نه حواست هست چجوری داری رفتار میکنی؟ و نکته آخر رو داشته باش. یک فروشنده حرفه‌ای خود انتقادی سازنده داره. خود انتقادی یعنی چی؟ یعنی همیشه انگشت اشارش به نشانه متهم سمت بقیه نیست. خیلی افراد نه تقصیر این بود تقصیر اون بود. میدونید چرا این شکلیه؟ چون همیشه ما تو درس خوندنمون اگر پاس میکردیم پاس کردم، اگر میافتادیم انداختم. پس همیشه دیگران رو مقصر اشتباهات خودمون میدونستیم. بدون که اگر انگشت اشارت رو به نشانه متهم سمت دیگران بگیری 3 انگشت سمت خودته. یه فروشنده حرفه اینو درک میکنه. بهش میگیم خود انتقادی سازنده. شاید من اشتباه کردم. من چی کار کنم که بهبود پیدا بکنه؟ آدمای دیگه میگن چی؟ این چقدر آدم کم عقلیه، چقدر شعورش پایینه. فروشنده حرفه‌ای من چجوری میتونستم اقدام بکنم که نتیجه بهتری رو میگرفتم؟ شاید من جای اشتباه کردم، بذار تحلیل کنم ببینم کجا رو باید اصلاح بکنم. اینو میگیم خود انتقادی سازنده. انگشتتون سمت خودتون باشه. دیگران همینن. ما دیگران رو نمیتونیم تغییر بدیم. دیگران اینجوری رشد کردن، اینجوری بزرگ شدن، بعد ما میخوایم اینا رو عوض کنیم. خیلی از فروشنده ها رو دیدیم توی جلسه فروش، تو مذاکره فروش میخواد طرف رو تغییر بده، انتقاد میکنه از مشتریش. تو وقتی انتقاد بکنی نمیخره، آدم ها خوششون نمیاد انتقاد کنی ازشون. نه من باید بفهمه، باید یکی یادش بده، یه جایی باید حالیش کنم. پس تو نمیتونی فروشنده خوبی باشی. من سعی کردم در مورد 16 ویژگی بهترین فروشندگان دنیا برات صحبت بکنم. مطمئنم کاغذ خودکار داشتی و نوشتیش. ولی در ارزشیابی حتما این 16 ویژگی رو مد نظرت قرار بده. دوست دارم جدولی رسم کنی، این 16 ویژگی رو بنویسی و به خودت نمره بدی. نمیخوام بگم حتما نمرت بالا باشه، ولی امیدوارم اگر نمرت پایینم بوده مسیرت رو ادامه بدی
برای اینکه به نمره‌های بالا برسی. اون موقع میشیم یه فروشنده حرفه‌ای. امیدوارم این مطلب براتون مفید بوده باشه. سعیمو کردم خیلی امپیتیری مواردی رو بهتون بگم که براتون جذاب باشه و بتونید در زندگی شخصیتون و کسب و کارتون ازش استفاده بکنید. موفق و پیروز و سربلند باشید.